این ما مخلصا سرجم شده با دولت قطر سفر داریم. اکای دوست مراد چای برسن چای دانی مامه کافه برسن کافه برای این اکا نه ورزاب داد اومده مینا برف سفید کوه دشت و ایلاق ورزاب دیده زیاده از 2 سامالیات مخلص زیاد میرن. بعد که ورزش رقم 1 فوتبال ای راست با فوتبال تاجیکستان دستگیری کردن. با شما بلیط های ارزان در کار باشه مرحمت به واتساپ اویاکیس شهرنازه زنگ زنید. بلیط های ارزان و باوریناک است. السلام علیکم دوستان عزیز مخلصان اشدی فوتبال تاجیک. سلام و درود به پایان با کلی مردم سربلند مسلمان و تاجیک. این ما مخلصا سرجم شده با دولت قطر سفر داریم. برای غلبه فقط غلبه زیاده از 2 سامالیات مخلص زیاد میرن و بسیار مخلصای دیگر سمرقند و بخارا و همین البته که مخلصا ایران ازبکستان تاجیکستان افغانستان تمام همین فارزبانای روی دنیا بلچکی تاجیکستان ما برای با پیش برای بریدن رفتیم برای غلبه دوستان عزیز فوتبال بازانی با من با ناموس وطن ما رو انتظار باشین رو افتاده نشین لایک فراموش نکنید بازی ها رو با مخلصی خوبی میکنیم ای کانال قربان نعمت تماشا کنید حلاوت برید ما با شما شهرمردان میدان زیب تاجیکستان با پیش با ما باشید و خبرهای نو از کانال های ما انتظار باشید. خدا نگهبانتون. میریم. اکای دوست مراد سفرها بخیر. سلام علیکم سفرها. البته که ورزش رقم 1 فوتبال ای راست با فوتبال تاجیکستان دستگیری کردن. ازش رهبران است میشه. رهبر این اکا نه ورزاب داد اومده مینا برف سفید کوه دشت و ایلاق ورزاب دیده. انا برادرای عزیز ای ورزاب راست میریم سمرقند. سمرقند میپریم همونتا دبی همونتا میریم دوخه میریم خدا نصیب کنه. بعد ای دوخه هم قطر هم دوخه قطر میریم هم قطر میشه فوتبال. انتظار باشید. البته که چی گپ میشه چی گپ نمیشه ما کوشش میکنیم که سری وقت با شما بانوار گرفته من پیشکش شما بگردونیم که شما ببینید و حلاوت ببرید. مردم تاجیکستان با پیش زنده باشه که دوست مراد. با فکر شما بازی چند میشه؟ یک اوگادت کنم میگی گفتی اروسا. البته که 2-0 ما تاجیکا 2 و یا 0 اوگادتی ما چیزی که دیلم گفت همیگه پا گفتم ما انشالله که همین فکر گفتگی شما شما با خوبه ده انشالله اکای دوست مراد چای برسن چای دانی مامه کافه برسن کافه اکای دوست مراد اگر خدا خواهد یکی غلبه کنیم یک چهارفینال بزنیم مستیو که میایی این ما دیگه نمیام ما مستم اونجا تا این که هم برادرای ما خلقی ما پرچم بردارای ما خطاشون مثل تاجیکستان با پیش میگم خدایی که ببریم تا فینال مستیم ان شاء الله اکای خدا امید داریم که غلبه کنیم ان شاء الله